شروع کنیم، ولی غریبه میشه بهترین مشتری. دقیقا داستان اینه. تو با غریبه ها راحت‌تر میتونی ارتباط بگیری. از غریبه میتونی توقع کنی، ولی از خانوادت نمیتونی توقع کنی. تو برای انجام دادن کار برای خانوادت وظیفته، ولی توقع داشتن از خانوادت کار اشتباهی. من الان تو این مرحله قرار گرفتم که حتی از خانواده من توقع نکنم، چون همیشه توقع کردم کاری برام انجام ندادم، ولی خب با هم غریبه شدن. کاری براشون انجام دادم، آدم خوبیه، و اگه براشون انجام ندادم میشم آدم بد، غریبه میشم. این برا خیلی هنده. من روک دارم حرفم میزنم بدون رو دربازی هم با هیچ کس ندارم. برای خواهرم انجام دادم، الان توقع کردم ازش، گفتم خب برای من همچین مشکلی پیش اومده، همچین کاری برای من بکن. ناراحت شد. حالا یه داستانای دیگه هم دارم، حالا اونا رو بعداً میگم. ازم ناراحت شده واقعا. بابا تو خواهر منی. من به هیچ کس سالون نگفتم فلان مشکل رو دارم، فلان جا گیر کردم، بیا برای من یه کاری انجام بده. به تو گفتم آقا به این دلیل برای من این مشکل پیش اومده. ازت اینقدر توقع دادم، توقع زیادی هم ندارم، این چیز نگفتم برای کاری انجام بده یا مثلا پولی از جیب خودش در بیاره بده به من. همچین چیزی ازش نخواستم. یه چیز واقعا، یعنی همچین چیزی ازش نخواستم، واقعا این ساده ازش خواستم، ولی ناراحت شد. حالا هر کس یه جوریه. ببین، هر کاری میکنی خودت بکن، سختیشو بکش، دردشو بکش، بخور زمین. 100 بار بخور زمین، 101 بار بلند شو. یعنی بجز خودت به هیچ کس اعتماد نکن، به هیچ کس، فقط خودت. یعنی واقعا من به این مرحله رسیدم.